فید ایفکت ترانزیستور اثر میدان. این مدل ترانزیستورها مدل های بسیار بسیار متفاوتی دارن، مثل جانکشن فید ایفکت ترانزیستور که زیاد تو کار ما نیست، بیشتر تو کارهای صنعتی است. یا حالت بعدی متال اکسید سیمیکانداکتور فید ایفکت ترانزیستور یا ماسفت ها که بسیار بسیار تو کار ما زیاد استفاده میشه. خب این قطعه یک پایه داره به نام گیت، یک پایه داره به اسم درین. ببین پایه‌ای که فاصله بیشتری داره میشه درین، پایه‌ای که فاصله نزدیکی داره میشه سورس. این قطعه سرعت بسیار بسیار بالایی داره. مؤلفه‌هایی که داشتیم در رابطه با ترانزیستور قبلی چیا بودن؟ تست دیودی بودش، HFE بودش، نقطه کار بودش، خط بار بودش. حالا اینجا یه مسئله دیگه رو هم ما داریم. ببینید این قسمت شما رو یادی چی میندازه؟ خازن. خدا عمرت بده، خازن. پس این قطعه میزان RSA خازنی بین گیت و درین رو هم داره. یه مؤلفه اضافه شد، 5 تا مؤلفه شما الان دارید، 5 تا مؤلفه دارید برای تست کردن یک عدد ماسفت. اما وظیفه ماسفت به چه صورتی است؟ من کارکردش رو بدونم، اگر ایرادی داشته باشه دیگه دقیقا میدونم که اینجا هستش که یک داستانی داریم، یک مشکلی داریم. و از اون طرف که من میدونم 5 تا 6 تا مؤلفه مختلف داره برای تست کردنش، زیاد وقتم رو تلف نمی کنم برای تست کردنش. اگر رسیدم به اونجایی که مطمئن شدم این قطعه ایراد داره، بهتر عوضش میکنم. اما تست کردنش به چه صورتیه؟ ببین مولتیمترت رو بذار ببینم اینجا من چجوری مولتیمتر میام بسازم. با 2 تا ماژیک میام مولتیمتر میسازم. منفی مثبت. خب ببین اینجا یه دونه دیود داره دیگه، درسته؟ من یه دونه مولتیمترم رو آوردم گذاشتم اینجا، یه پای مولتیمترم آوردم گذاشتم اینجا. چی میبینم؟ خب عدد دیودی میبینم دیگه، دیود دیگه، عدد دیودی میبینم. حالا دقت بکنید که تست کردن ترانزیستور ماسفت بهترین حالتش اینه که کاملا از روی بورد جدا شده باشه. حالا این پایه رو از اینجا ور میدارم، یک لحظه میزنم به گیت، بعد 2 مرتبه بر میگردم. حالا چی میبینم؟ روی اینجا اتصال کوتاه. خب وقتی که این پایه اومد رو گیت چی میبینم؟ بی نهایت. درین به گیت عدد بی نهایت نشون میده، ولی وقتی که درین به گیت رو زدیم دیگه درین به سورس اتصال کوتاه میشه. این دیگه دقیقاً مثل یک کلید داره عمل میکنه. یعنی وقتی که من گیت رو یک لحظه تحریکش میکنم، جریان از درین به سورس ارتباط برقرار میکنه. اما کجا خیلی استفاده میشه؟ تو خونه‌تون خیلی داریدش. هود. شما وقتی که میخوای هود رو نگاه بکنی میای میبینی یه صفحه شیشه‌ای داره. هودو چقدر خریدیم؟ مثلا حالا قیمت نمیگم، میخوام قیمت میگم داستان میشه. ما در وضعیت خوبی به سر میبریم. وضع خوب، عالی، ما بالا. یه شیشه هست. انگشتم رو میزنم رو اون شیشه. قیمتی هم که نداره که بخواد اینجا رو تاچ پنل گذاشته باشدش. خب قیمتی هم نداره که بخواد تاچ پنل گذاشته باشدش. اینجا میتونه از یه ماسفت استفاده بکنه. من وقتی که میام با انگشتم گیت رو تحریک میکنم، هوده دستور میگیره که دور رو ببر بالا، هوده دستور میگیره که بک لایتش رو روشن بکن، یا خیلی کارهای دیگه باش انجام میدیم. ماسفت دیگه از اون قطعاتی هستش که بسیار بسیار پرکاربرد هست. البته
خرابی‌هاش هم بسیار بسیار بالا هست. و یه نکته بسیار بسیار مهم در رابطه باشه، این قطعه توی، حالا اینا هنوز نگفتم بعداً بهش خواهیم رسید، این قطعه توی منابع تغذیه سویچینگ بی نهایت استفاده میشه. فرکانسی که تولید میکنه میتونه از حداقل 20 کیلوهرتز شروع بشه تو بردهای معمولی تا چندین مگاهرتز توی بردهای صنعتی. عزیزم اگر بخوای با مولتیمترت روی برد و خصوصا رو حالت روشن این قطعه رو تست بکنی، مطمئن باش خاموش شدن و خراب شدن مولتیمترت به ثانیه نمیکشه. پس قطعه به هیچ عنوان تحت هیچ شرایطی نباید روی حالت روشن و یا روی برد نباید تست بشه، چون ممکنه که یه مقاومت شنتی اینجا ممکنه وجود داشته باشه که باعث بشه که تست شما کاملا غلط از آب در بیاد. ماسفت ها هم خانواده های M چنل دارند، هم خانواده های P چنل دارند که ولتاژ مثبت یا منفی به پایه گیت بدیم، حالا یا سیستم قطع میشه یا سیستم وصل میشه.